این عکس رو هیچ وقت فراموش نمی کنی. در سال 1988 یه پیرزن توی پارکینگ یه دوربین پولاروید پیدا میکنه که توی حافظش یه عکس چاپ نشده داشته. وقتی اون عکس چاپ میکنه با یه قاب ترسناک روبرو میشه. دختر و پسری ناشناس که دست و دهنشون بسته شده. اون دختر اسمش تارا بود. دختر 19 ساله‌ای که 10 ماه قبل برای دوچرخه سواری از خونه بیرون رفت و هیچ وقت برنگشت. پلیس تا اون لحظه فکر میکرد تارا با دوست پسرش از خونه فرار کردن، اما با کشف این عکس همه چیز تغییر کرد. پلیس تیم کارآگاهی نظام یافته‌ای تشکیل داد تا بتونن سر نخی از این ماجرا پیدا کنن و رد تارا را بزنن. حدس و گمان‌های پلیس مبنی بر این بود که تارا قاچاق جنسی شده یا از اون به عنوان برده استفاده میشه، چون که هیچ جنازه‌ای ازش کشف نشد. ولی چرا باید یه آدم رو با مدرک به این مهمی رو توی پارکینگ جا بذاره؟ از اون روز 35 سال میگذره، اما پلیس هیچ وقت نتونست کوچکترین سر نخی از تارا یا حتی هویت پسری که داخل عکس بود پیدا کنه. 2 تا احتمال وجود داره. اولیش این که این عکس پرونده سازی خود تاراست و اون هنوز زنده است، و اما احتمال دوم، این یکی رو تو حدس بزن. اگر درست بود توی کامنت ها بهت علامت میدم. لایک و فالو یادت نره.